سپاس و ستایش خداوندی که نعمت زنده شدن به خودش را به ما عطا نمود. 100 سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش، بر هم زنیم کار تو را همچو کار خویش. ای زیباروی من، ای عشق من، عزیزترینم، ای که از جنس خودم هستی، بدان که اگر سالها طول بکشد و 100 بار از من از این لحظه به گذشته و آینده فرار کنی، دنبال من ذهنی و چیزهایی که ذهنت آنها را برایت مهم جلوه می دهد بروی و آنها را به مرکزت بیاوری، کار و بارت را بر هم خواهم زد تا بفهمی کار تو کار من است. من تو و کارهایت را اداره می کنم، نه چیزهای بیرونی که روی آنها حساب کرده ای و به آنها دل بسته ای. میخواهم خود گرانبهایت را بشناسی و بدانی که از جنس هوشیاری، الست و فضای گشوده شده از جنس من و زندگی هستی، نه از جنس جسم و دردها. کاش بدانی تو از جنس بی فرم، از جنس عدم و بی نهایت من هستی و نباید هیچ فکر، جسم، درد و خواسته ای را به جای من در مرکزت قرار دهی که آنقدر برایت مهم باشد که از من جدا شوی. تو فقط باید فضا را در اطراف اتفاقات و وضعیت‌های زندگیت با تسلیم و رضا، بدون واکنش، بدون خوب و بد کردن باز کنی تا با من یکی شوی و شکافی میان من و تو نباشد. حواست هست که تو هرگز در لحظه حال نیستی؟ تو این لحظه را که تنها دارایی توست و من آن را به صورت زندگی به تو هدیه می دهم، به جای زندگی کردن تبدیل به فکر، گذشته و آینده، حسرت، ترس و نگرانی، مانع، مسئله و دشمن می کنی و چون من عاشق ازلی و ابدی تو هستم، با به وجود آوردن اتفاقات، با بیمراد کردن و به هم زدن کارهایت میخواهم صدای عاشقانه مرا بشنوی و مرکزت را عدم کنی. نباید از این لحظه با رفتن به گذشته و آینده فرار کنی و آن را به غم و ترس تبدیل کنی. مگر نمیدانی که من فقط در لحظه حال هستم، ولی تو در گذشته و آینده در جستجوی من هستی؟ اگر رحمت و عشق مرا میخواهی، از رفتن به فکر و توهم گذشته و آینده دست بردار و فقط اینجا و در این لحظه باش. بیا پیش من در آغوش محبت و رحمت من. چرا دائما این لحظه را میگیری و از آن تولید درد میکنی؟ به دردهای من ذهنیت نگاه کن. این همه غم، افسردگی، بیحالی، حسادت، نگرانی، اضطراب، خشم، کینه، رنجش، توقع، احساس گناه، احساس خبط، خودکمبینی، سیر نشدن و حرص در تو انباشته شده. چقدر باید درد بکشی که بفهمی من باید مرکز تو باشم. با زبان و حرف مرا صدا نکن، فضا را باز کن. هر چیزی که ذهنت آن را مهم نشان می دهد را به گوشه‌ای بینداز و رها کن.
فقط نظاره‌گر و تماشاچی وضعیت‌های زندگی و فکرهایت باش. خودت را با دردها، ترسها و فکرهایت یکی ندان. تو هیچ کدام از آنها نیستی. تو از جنس منی. هر لحظه در سرت کسی مدام حرف میزند، میگوید فلان فکر، فلان اتفاق الان خیلی مهم است. باید بترسی، نگران باشی، واکنش نشان دهی، منقبض شوی، در حالی که همه این فکرها و اتفاقات را خودم برایت ایجاد کردم تا بفهمی وظیفه و کار تو حل مسائل زندگیت با من ذهنی و عقل جزوی و محدود خودت نیست. تو فقط در این دنیا یک کار بیشتر نداری: خروج از ذهن و گشودن فضای درون تا من را به مرکزت بیاوری، به من زنده شوی که من از طریق تو فکر و عمل کنم و حرف بزنم. چرا متوجه نیستی که تا از جنس من نشوی و فضا را باز نکنی، کارهای بیرونیت درست نمی شود؟ گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. چقدر باید درد بکشیم و بیمراد شویم که بفهمیم ما کمان هستیم و تیراندازمان خداست. که مراداتت همه اشکسته پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. تو از جنس این لحظه هستی. در لحظه حال هیچ مانع و درد و نقصی وجود ندارد. باید در این لحظه ابدی ساکن بمانی و به گذشته و آینده نروی. اگر هم رفتی بدون سرزنش دوباره به لحظه اکنون برگرد. اگر مدام بخواهی با فکرهای خودت جورچین درست کنی، همه مراداتت را اشکسته پا خواهم کرد تا بالاخره مرا ببینی، نه مشکلات و دردهایت را. در این دنیا هیچ کسی پیدا نمی شود که بدون من و با من ذهنی خودش به کام و خوشبختی همیشگی رسیده باشد. وقتی بچه هستیم آرام آرام زندگی با اتفاقات کوچکتر با ما حرف میزند که فضا را باز کن و به طرف من بیا. ما نمیشنویم و هر قدر سنمان بالاتر می رود، مسئله پشت مسئله، درد پشت درد ردیف می شود. دیگر تندباد شده، بیماری، طلاق، شکست مالی و عاطفی یکی یکی ما را تکان می دهد که ما بفهمیم خیلی طول کشیده و مدت زیادی در ذهن مانده ایم و باید فوراً آنجا را ترک کنیم و به فضای وحدت و یکی شدن با زندگی و خداوند برویم. ما مرتب یک چیز جسمی و فانی را از مرکزمان برمی داریم و یک چیز فانی دیگر را به جای خود زندگی در مرکزمان می گذاریم. وقتی که ناکام و بیمراد می شویم، فکر می کنیم که کار ما را دشمنانی از بیرون به هم ریختند. به همسر، دوست، پدر و مادر و شرایط بیرونی گیر می دهیم تا با مقصر دانستن دیگران آرامش دروغین من ذهنیمان به هم نریزد. غافل از این که ما همیشه کارمان را خودمان خراب می کنیم، چون با من ذهنی فکر و عمل می کنیم، چون از خرد و صنع زندگی قطع هستیم.
چون مرکز ما پر از جسم ها و همانیدگی ها شده و فقط در پی بیشتر کردن این همانیدگی ها در ذهن تقلای بیهوده می کنیم. عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. تو عاشق خوب کردن حال من ذهنیت هستی. تو عاشق من نیستی که اگر بودی نی خالی درونت پر از این همه جسم و درد نبود. مرکزت را خالی می کردی، فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز می کردی. وضعیت این لحظه برایت مهمتر از فضای گشوده شده نمی شد. ولی تو هرگز در این لحظه حضور نداری. همیشه غایبی، مرتب در فکر چیزها هستی. دائما خدا خدا می کنی، عبادت می کنی، نماز می خوانی، روزه می گیری، کار خیر انجام می دهی، فقط برای این که در ذهن آدم خوب و معنوی باشی. اگر واقعا خود مرا می خواستی، دردها، رنجشها، کینه ها و خواسته هایت برایت مهمتر از من نبودند. اینقدر حرص بیشتر داشتن چیزها را نمی زدی. چقدر می خواهی خروب یا بسیار خراب کننده زندگی خودت و دیگران باشی. ببین چقدر درد تولید می کنی و آن را به دیگران پخش می کنی، در حالی که باید به زندگی زنده می شدی و عشق و شادی مرا به جهان پخش می کردی.